آقا غلام، چرا تصمیم گرفتین که به ایران بیاین؟ تصمیم مهاجرت تصمیم خودتان بود یا شما را شرایط مجبور ساخت که بیاین؟ ما را شرایط مجبور ساخت، بیکار بودیم، از دست کار و بار نبود، اومدیم به ایران. دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتان عالی باشه. دوستان عزیز، امروز آمدیم سراغ یکی از افغان‌های مقیم تهران تا یک گفتگوی کوتاه باهاش داشته باشیم. دوستان عزیز، ما را همراهی کنید تا این گفتگو انجام شود. کاری که تو این ساختمان انجام میده من میخوام تصویر بگیرم براتون نشان بدم. آقا غلام، شما پولی که کار میکنین ماهانه پس انداز میکنین یا برای خانواده‌تان میفرستین؟ ما ماهانه ایره برای خانواده میفرستیم. پس انداز بگیم که 1,000,000 تومان ما پس انداز کردن نمیتونیم. همه رو میفرستیم برای خانواده، همه چیز به خرید است. در خانواده چند سر نفر هستین؟ 8 سر نفر است. 8 سر نفر شما اینجا کار میکنین پولش میفرستین یا دیگه درآمد هم دارین یا کسی هستن که از خانواده‌تان مثل برادر بزرگ داشته باشه؟ نه، خانواده ما دیگه درآمد نداره، فقط جز ما خودمون میفرستیم، کار میکنیم برای اون رو میفرستیم. درآمد دیگه نداریم ما. 1 سال و نیم که اینجا هستی کار میکنی و جای جایداد هم برای خود جور کرده یا از قبل داشتی؟ از قبل داشتیم، یک خورده رنگ و رو گرفته دید. چرا؟ کاری که از اینجا انجام دادین؟ آره، از اینجا یه خانه درست کردیم کمتون. از پولی همینجا پولی خانه درست کردین؟ همینجا درست کردیم کم کار کردیم و درست کردیم. بسیار. هم خرج خانوادت میتی و هم کم کم به خونه درست میکنی؟ آره، هم کار میکنیم دیگه. اونم زیاد نه، خیلی کم. آمدن یعنی در همین چند سال 1 سال خورده ای که بوده راضی هستی و تغییرات به این مشکلات آورده ای که یکم از پریشانی رفت شده باشی؟ زیاد نه، یک کمتون رفت شده. اقدر بگم که زیاد رفت شده باشه نه دیگه. تصمیم هم داری که برگردی افغانستان دیگه لازم نشه؟ نه، برمیگردیم. این تومانی که دیدیم که رفته سال دیگه برمیگردیم. کسایی که مثل خودت، کسایی که همسن سال خودت هسته، بعضیا تصمیم دارن که برگردن بیان در ایران، چی پیامی به اونا داره که واقعا ارزش داره که در ایران بیان کار کنن یا همونجا یا 300-400 که درآمد دارن در پول افغانیشان که ارزش هم داره یا اون بهتر از اینجاست میگی؟ بعضی کسایی که هست اونا هیچ درآمد هم ندارن، هیچ بیچاره بیکار در خانهشون هستن. اونا میگم بریم ایران 1-4 روز کار کنیم برای خانواده‌مون، هر چیز بفرستیم. هم فکر میکنن من تا در او باره هیچ درآمدی نیست اینجا، چون که پولش بی ارزش شده، رفته استاده، حقوقشان هم کم است. ولی کار هست پولش ارزش نداره. پولش ارزش نداره، کار هم هست. چرا؟ فعلا زمستان کار یک ذره کمچین شده. بله. بعد از دمای بهار انشالله سال نو کار خوبتر میشه. آقا غلام، سخت‌ترین تصمیمی که گرفتی چی بود تو زندگیت؟ سخت‌ترین تصمیم ما همین است که مهاجرت شدیم. همین مهاجرت، مسافری، اینم سخت‌ترین تصمیم ماست که بله آمدیم به ایران. سخت‌ترین تصمیم ما همین راه قاچاقی بود دیگه، مهاجرت بود. این همین قاچاقی آمدیم، خودش یک سخت‌ترین تصمیم است. بله. که به عذاب و علاف و زیاد شدیم. آقا غلام، چرا تصمیم گرفتین که به ایران بیاین؟ آیا تصمیمی که گرفتین تصمیم مهاجرت تصمیم خودتان بود یا شما را شرایط مجبور ساخت که به مهاجرت بیاین؟ ما را شرایط مجبور ساخت، بیکار بودیم، از دست کار و بار نبود، اومدیم به ایران. آقا غلام، چی چیزی شما را بیشتر آرام می‌سازن؟ بیشترین ما همین بچه‌ام صحبت میکنم، با خانواده‌ام صحبت میکنم، می آرام میسازه، فکرمون آرام میشه. روزا و در کاریم، شب با صحبت میکنیم با تلفن، فکرمون آرام میشه. از افغانستان بیشتر از همه چی دلتنگتان میکنه؟ از همه دلتنگمون بچه‌مون میکنه، خانواده‌مون میکنه دلتنگمون. چند سال میشه که نرفتین و ندیدین اونا رو؟ 2 سال میشه نرفتیم. 2 سال میشه. بله. آقا غلام، اگر به گذشته برگردین شما باز هم مهاجرت میکنین یا نمیکنین؟ هیچ وقت انشالله از جا بریم دیگه مهاجرت نمیکنیم دیگه، نمیخوایم که مسافری کنیم، بس از همین. بله. آقا غلام، اگر یک پیام به مردم ایران داشتی اون چی بود اون پیامت؟ پیام ما همین است که به مردم ایران
به می مهاجرین یک کمی احترام و توجه داشته باشن، چون که ما آمدیم ولگردی نآمدیم، برای کار آمدیم، کارگری آمدیم، یا لقمه نان حلال در بیاریم برای خانواده ما بفرستیم. بسیار تشکر.